میریزی دادی ما گفتم که همین خود کردن نمیتونه بیا همین نریم همین خنده زیبا داری بچه تو روی کاری از بری خواستگاری مهر مرا میاری که میگوی که مرا هیچ کنم میگیرش ما رکلام کردسته انا جای نست جای خمیر چسبی شروع شد حالی ایدامه شما میبینیم که چه خیلی نه ای بیشموی ایدگی به او ورده دبلوی مونده اپا خاله بیزلینو درست است که اگر پول نباشد یا معشوقه کسی نباشه مخصوص در جدای سرانندگی اگر بونو باشی موفق نمیشه ای چشم خمار یاری سبزی نیمه بدنم زده ای دیار کردی تو ایران عاشق شده چمو؟ به عشقی نمیشه بکی ولی هم میگونه پدر و مادرتون پیشنهاد کند که کامیلا شما سرانندگی رو بس کنید بس میکنید؟ باغی انگورای غم کم دورای همو یکی دوستش میدارم با دلکم جورای توبه من میخرم افراد که شما میخونید لدار شما باید چگونه شخص باشد چگونه جوان باشد یعنی سبزی نرو بچه دهوتی نگاهی قندت میگذری در سرک توقی زدم بچنگت تشنه لبی قندت بچه زدم چنگت آه میبره دلکمه حرفکوی قشنگت هی بچه لطبسم در تایی دروازه تو دوستان عزیز این همه زحمت و تلاش‌های ما تنها به خاطر بالیدروهی شما است و اگر شما نیز می‌خواهید چنین برنامه‌های جالبی ما رو با اشتراک سرانگون محبوب کشور تماشا کنید پس دستگیری شما برای ما بسیار مهم است با سلکه زیر ویدیو بوده داخل می‌شویم کارت دیبیتی تینکوف بلک رو درخواست میکنیم و در فرصت مناسب با دیزاین میخواستگیتون به شما حتما در سرتاسر فدراسیون رایگان برده رسانیده می شود. پس از درخواست کار شما با برنامه بانک دسترسی پیدا میکنید و برنامه مذکور رو شما نه تنها با زبان روسی بلکه با زبان‌های تاجیکی، ازبکی و قرغیزی نیز استفاده کرده میتوانید. همزمان اگر یگان سوال و یا نافهمایی دارید پس با رقم‌های زیرین تماس میگیرید و با زبان خودتون به شما پاسخ میدهند. شما میتوانید توسط برنامه تنها با رقم تلفن به کمیسیا با تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان رایگان مبلغ روان کنید. شما هستید که ما چنین برنامه‌های جالب و شوق‌آور را آماده میکنیم و برای شما پیشنهاد می‌نماییم و اگر شما می‌خواهید منبع چنین برنامه‌های ما رو ببینید پس حتما با سلکه زیر ویدیو بوده داخل می‌شوید کارت تینکوف بلک را با دیزاین میخواستگیتون و در وقت مناسبتون درخواست کنید و با شما در سرتاسر فدراسیون رایگان برده رسانیده می‌شود. من درود میگم به همه نفرانی که این لحظه برنامه در مهمونی رو تماشا نموده ایستادند. تماشابینان عزیز بار دیگر سلام و این برنامه نوبتی ما است و در این برنامه نیز ما از چهره‌های بسیار شناخته رو دعوت نمودیم که نو وابسته به سن سال واقعا هم جوانی خود امروز توانست است که شمار زیادی مخلصان رو در اطراف خود جمع کند. مهمانی برنامه نوبتی در مهمونی دوستان عزیز کامیلا رحیمووا و اطمینان دارم که البته این برنامه نوبتی ما برای شما پسند میاد. شرط‌های جالب در پیش است چگونه که میدونید. اکنون دوستان عزیز قدم نوبتی ما تماس گرفتن با قهرمان برنامه است و حالا میبینیم که قهرمان برنامه راضی میشوند برای ثبت برنامه اونی. ما اینقدر با باوری سلام کردیم با شما صحبت کردیم حالا تماس میگیریم با چهره نوبتی برنامه کامیلا رحیمووا رکلام. الو سلام علیکم. سلام علیکم. اپای کامیلا شما ها خوب هستید؟ اپا تینجی سلامتی خوبان؟ میشرم شما خوب هستید؟ سلامت باشین. سلامت باشین. اپا من نوروز فیضعلی از کانال تاجیکان گروپ. اپا جان ما هم یک برنامه داریم در مهمانی اگر یگان بار دیده باشین یک برنامه که با چهره‌های شناخته عموما ساحه صنعت برنامه تهیه می شود برای تماشابینان کانال تاجیکان گروپ و خواستیم در همین برنامه اپا مهمانی شما شویم یعنی به خانه شما رویم. خانه‌تون کجا است؟ امکان دارین ما را قبول کنین یا که یگان سرآینده دیگر را پیدا کنین؟ مجبوری میکنین؟ شما مجبوری میکنین؟ اگه راضی که نشوین مجبوریم که مجبوری بریم اپا. ما کجون الان در خانه تعمیر شده هستیم. خانه بگیم به امکان چوب بگم. اونم که هم طرف بین
هم دههای زیبا بالا خوشرو طبیعت مدت بزرگ هوای خوشا لوچو به طرف ورزو باپا طرف ورزو نه که اپا ما هم کدوم سرانده را تماس میگیریم یا راهی دورتر هم میگن که نویم نه که ما میریم نباشم شما در اونجا نباشم شما در لوچو بستین ما انیق بریم پا تلفنتون دیگه خاموش نیست تمام اپا سلامت باشیم ما لوچو در هستیم شما در زنگ میزنیم رحمت اپا برای قبول انا دوستانی عزیز این واقعا هم خوشبختی است که ما به هر مهمونی که زنگ میزنیم وقتی میگیم که ما مهمون شما میشویم یعنی دیگه علاج ندارم باید قبول کنم کامیلا رحیمова در برنامه در مهمانی از کانال توجکن گروپ با ادامه برنامه ما باشید دوستان عزیز این زمان ما راهسپار شدیم و تقریبا در 40 دقیقه ما این زمان در دهه لوچوب هستیم و از همین بلندی منظره زیبای دهه لوچوب رو برای شما نشان داده استادیم فکر میکنم که واقعا هم جالب دقت هست با همین نقلیات ها ما این زمان ادامه بدیم راه رو سوی خانه که در اونجا کامیلا رحیمова قرار دارد فقط شما با ما باشید اطمینان دارم که البته ادامه برنامه جالب و شوق‌آور خواهد بود دوستان عزیز اینک ما در دهه لوچوب در جایی که کامیلا گفت ما اومدیم بسیار یک منظره زیبا بود هوا هم کمی هم سلقین بخیر زنگ زنیم کنی کدام خونه است کدام خونه است آفتاب گرم به هر حال فصل تابستون است این مهنت زحمت ما برای شما سلام علیکم اپای بردگاه سلام علیکم علیکم السلام آمدین همین آمدیم اپا و این همین راستی گفت در همون دهه لوچوب گفتگیتون همون جدیم یک بلندی یک کمک بلندی بعد یک گاو در اونجا همین ما را دیدین شما اپا اوه رحمت اینه تمام تمام انا دوستانی عزیز ما به خونه نزدیک شدیم اپای کامیل اپای کامیلا دستی خالی آمدیم ما هم وعده کنیم اپا میاییم وعده کنیم میگن الوعده و دین وعده خلافی کاری خوب نیست رسم آنی تاجیکی سلام علیکم تینجین اپا خوبه سلامتی تو خوبه کارتون هست انا اینجا را شما یک جفتی خونه بیبی من خونه بیبی تو نه بهترین این انگورو تون پخته یا نپخته میچشیم وقتی بچیده بگذارین یا پیاله چای اول عبید میکنین مقصد یا خود نمیتونه پیشکی کسی تیار کردن بیا یا پیاله چای نیست عبید میکنیم اول همه کسا میشنیم خوش رو بعد اپای تمام من فکر میکنم که شما شرطای برنامه ما رو تماشا کردین دیدین میدونین شرط اول اومده کردن خوراک شرط دوم سوال و جواب و شرط سوم یگون عمل در انمی خونه شما انجام میتین و دوستان عزیز فکر میکنم که کامیلا اومده است اگر اومده نبود ما رو قبول نمیکرد ما بعد از یک گزارش میگذاریم با قسمت شرط ها اول یگونش بخریم بیا دوستان عزیز اینک بعد از استراحت ما با شرط اولی برنامه شروع میکنیم همراه کامیلا رحیمова اومده است شما بله چی تیار میکنید شما قزل و پیاز و سبزی و کارتوشکا چی میکنید اومده میکنید آشی بریده از ما میریم ایورا میشویم یکم بعد میبیم شروع میکنیم اولی برای شستن میرویم رفتیم میرویم دوستان عزیز برای شستن خوب کبودی ها و من فکر میکنم که یک خوراک یک آش برده بسیار بولذت شما اومده میکنین اینا با ما کمک کرده استادانه هزار رحمت من یک کمک دیگر من کنم انا این طرف طرف انا بسم الله این خشت اوراتون هستین کی میشه با شما ده بله بچه ما کتاب منم بسم الله حاضر یاردم کنم چیکار کنم نه شما فقط
گپ زنید گپ زنیم فقط. بیایید صحبت رو از سرود بچه دهوتی شروع میکنیم. خب باشد زمزمه کنم زمزمه یادم کنیم. بله سرودک زمزمه کنیم. وقتی کار زمزمه خوب در است. دهات با بچه دهاتی خب سبزی نرو بچه دهاتی نگاهی قندت میگذری در سرک تاقی زدم بچنگت بچنگت تشنه لبی قندت بچه زدم بچنگت چنگت آه میبره دیلکمه حرفکای قشنگت شیدو مسیری و نگاهی مهر بندد آینه بندد آینه بندد هی بچه لطبسم در تایی دروازتون. دماشش سلام کنه سلامت باشید. انا من میخواستم میفهمم که شما از کی به خوندن سرود توجه پیدا کردید؟ چند ساله بودید که سرود میخوندید شما؟ خورد بودم اونقدر ذوق نداشتم. البته میخواستم که بیزنس می شوم بله تجارت کار شوم اما من کمک کنم با شما. خب اما سوست میجومید شما کاملا. من اگر یاردم نکنم بافتم تا شب هم جمع میشینیم. اما در چی گفته بودم در برنامه آسیا پلوس گفته بودم که اون وقتا چی بود که مگنیتوفونا بودن کاستا داشتن. بله انا وقت مادرم بسیار ملکه سعیدی را گوش میکردم و در اونجا چی کردیم ما همونجا دختری خوبم قطعی خیلی میشه که چی میکنیم سرودخوانی میکنیم جای زبس میکند که بله در بالای سرود ما سرود او زبس میکنیم. بله زبس کردیم آوازمون رو ثبت کردیم بعد ما سرودخوانی کردیم بعد مادرم اومد گفت که سرودارمون که سرودای همون نغمه داشت گوش کرده نتونست بالای وایدا ما سرود خوندیم خیلی شوخی کردیم بعد مادرم بسیار ناراحت شدن زیق شدن که مقصد که سرودای ما را بزیب کردن شما بالاش دقیقه کردن ویران کردن بعد پدرم اومد گفته که حاضر بیست گفته جنگ نکه حاضر گوش که کو همی کودکا خشرو خوندگیان همی سروده یک بار خشرو گوش که بعد گوش کرد که خیلی نگاه کردن گفتن که به فکرم که آواز کمیله است این آواز مثلا که همروزه بعد گفتن که به فکرم که فکر میکنم که آواز کمیله بهتر خوبتر است از آواز گپ دادا گشتیم خیلی گانه درست کمتر یاردم کنه بله خب بعد گفته که آوازش بهتر خوبتر است آواز کمیله. دوستان عزیز دوام میدیم اینک چیکار میکنیم در ادامه کار کمیله کنیم حاضر خمیر میکنیم زولا میگیریم زولا میگیریم اردام میکشم چرا نه من ما همین برای کمک در اینجا نشستیم. حتما دوستان عزیز ما در این خمیر خود در زولای خود از اردی نوع یکم استفاده کردیم. موافقی بعضی از نفرات اردی نوع دویم رو نیز علاوه میکنن. به هر حال هر کس موافقی طعم و ذوق خود. خب با قسمت گرفتن زولا ما آمادگی میبینیم. کم طرف شور بیایه. برای چی شور بیایه؟ زولا نمیداره مقصد. بسیاری مثلا فقط تخم علاوه میکنن. تمام شما میبینیم که اولین مرتبه شما روغن هم علاوه میکنید. بله یک تخم برای چی؟ روغن برای چی؟ تخم برای اونه که هم نمک هم تخم برای اونه که زولا مقصد که دریده نشود. نداره. بعد چی گفتیم؟ روغن برای چی بود؟ روغن کم ترک برای اونه که کم ترک ملایم باشه. او قدر زیاد در کار نیسته. کمک. همین قدر بس. بله این توصیه نو این قاعده و ترتیب نو در گرفتن زولا برای اون کردن شی بریده برای بانوها بود. من فکر میکنم اولین بار راستی من شاهد شدم که روغن هم علاوه میکنن. خب شما نمیدونستی نه؟ باور کنید من نمیدونستم. خیلی اصلا کار شما است. باز علاوه کنیم. زولاتون بسیار بده شد. بسیار شد. نمیشه فطیر میکنید چیکار؟ خیلی قشنگ شما میبرنده. خب ام 2 کیلو را میکنیم. بس که سخت. این کمیله آوردی به پول دادی دیگه همین زورای کلان گرفتی. داشت چیکار میکنم حیران.
қазвола мегирам метимтон мебарен хонада. خب کاملا بیاید از اون سخن بگیم که شما با سرندگانی که مثلا شناخته هستن معروف هستن با اونا همکاری دارید شما مثلا در معرکه ها و میخورید یعنی هم صحبت میشوید میشینید یا اینکه مثل بعضی از سرنده ها دوری میجوید از هم کسبانی خود نه دوری نمیجویم ما رفت آمد داریم لیکن همکاری آزیر همکاری نکردم در نقشه هست که همکاری کنیم البته که یک دوی دست با یک آوازخوانی زن نامش رو نمیگویم برای چی؟ خیلی خب نامش رو بگویم یکون سری مخفی نیست کو یکون سری مخفی نیست این سورپریز برای مخلصان هم هم است با است خودم بگید که من بفهمم کی هستین رحمی ایوبی چی باش شما خیلی ما روزمانی گفت نمیگم دیگه تمام ایدامش یک دوی دسته باید امونه به نزدیکی کلیپ کرده براریم خب انشالله که آمودگی با در همون نقشه است دیدستیم آمادگی دیده شده بله آمودگی با همون دیدستیم و این لحظه خمیر ما آماده شد بفکرم نه؟ نه من تیز می شروعیدم خمیر را چون تیز می شروعیده و این دفت خیلی که دفت خیلی که دمی برنامه دا بگو حقیقی شده هیچ خیجده سیروی ما فاشی دیسته اکنون من میدونم در می سرنده را یک روزنامه‌نگار دعوت میکنه در یک جا می نشینم بعد چو سوال میدیم بعد سلام شما صنعت یک تسرود خونید چند وای هنرش نشون دادم در کار حوزه همی کامیراتون بکشین من یه نمود خمیر می شروعم که یه نمود خمیر می شورید که خورده نمیشه اوقاتم نه بخدو خیلی بفرا شده نه؟ نه شوهر کنین چیکار میکنین شما؟ خب در مورد شوهر صحبت کردیم یگان خواستگار اومد تو این زمانه؟ اومد نه و هر روز هسته بهترین خب دوستان عزیز این خمیر ما یک ساعت دیگه وقت میگیره ما باید چند لحظه برمیگردیم زولای ما آماده شد خیلی کم ترک میسته شروع میکنیم 5-10 دقیقه باید ایستد طبق قاعده همه میدوند این چیزا تو اونه که این آماده میشه و چیکار میکنیم سلات میکنیم بله مرحمت من این چکره شمالی دست میشوید ولی نو دست میشوید نشته بودید تمام وقت نه اوکی تمام بیو شما عاشق نشدید شوهر نکردید سرنده شدید خیلی عاشق کی نمیشوه اگر عاشق شدید شما به عاشقی نمیشوه بکی خیلی گذشت رفت میخوای بکی اکو بیاید بگیم بکی خیلی شخصی خوب کی بود شخصی خوب کی بود یک بچه خوب یک بچه خوب چیکار میکرد چیکاره بود هیچی رنگی خودم امی شما عاشق شدید وای نه نه قبول نکرد مرا دوست نداشت دوست نداشت برای چی چون خیلی ممکن وقت بزیدم اگر فرض کردیم که شما رو یعنی با پیشنهاد شما روزی میشه گفته بودید که او رو دوست می‌داره اگر رفت تو میگفت که کاملا من شما رو میگیرم لیکن سرمنگی را بس کنم گفته شما چی گفتید نگفتم یعنی معلوم میشد که شما رو دوست نمی‌داشتید چی با دوست می‌داشتید با شرطای روزی میشه چی یا نه نه اگر اون مرا دوست می‌داشت توقع میکرد با من چی توقع میکرد مثلا بعضی از مردها هستن که نمیخوان که زن اونها با یک نفر دیگر صحبت کنند یا اینکه مثلا در صحنه باشه دیگه نفر او را ببینن شاید او همین چیزا فکر کرد که همین پیشنهاد برای شما خیلی وقت مایده بودی حالی چی هیچ کلامش دی اگر حالی بیاید و بگید که کاملا شما بس کنید همین کارا ما شما را میگیرم نه و اولاد داشت اولاد داشت بله با فکر شما دیگه زن نمیگیرد کی همون نفر آخه اولاد داشتم کو گفتم بعضی از نفران هستن که مثلا همسر دوم میگیرن آخه نمیدونم شاید بگیرد شما در شهر بختر تولد شدین پیشتر قرغن تپه برای چی نخواستید که در اونجا مونید بعدش هم بیامدید یا که مثلا تحصیل و کار و به قول همکاری هاتون در دوشنبه است بیشتر برای کارهای ایجادی برای که در اینجا باز کمتر سبک است فکر میکنم کار و فعالیت نظر به اون طرف بیاید این لحظه
یک تا سرودی رقصی شوخ خونید چور میسرم رقص شوخ با رقصش با رقصش بله در جای نشسته مثلا خیلی من میخونم شما کم کم رقص مرحبا قامت بلندی بچه ابرو کمندی بچه در دلکم جا داری شیرین و قندی بچه قامت بلندی بچه جان ابرو کمندی بچه در دلکم جا داری شیرین و قندی بچه خنده زیبا داری بچه تو روی کاری از بری خواستگاری مهر مرا میاری دیداری تو شیرینه نگاه تو تشینه یک چی بگوم بچه ای تو جدای خینه رز میگیریم ها رز تمام سلامت باشه بهترین با دخترانی که مثلا هنر ندارن شما چی گفتن هستن نمیتونن از دای کارو برآمده چی گفتن هستن شما دیدستن که من دای کار برآمده هستم نه من با نفرانی که هنر ندارن با دخترانی که هنر ندارن چی گفتن هستی شما خیلی هنر آموزن این رنگی مو همین برنامه ما برای یادگیری دوستان عزیز هر نفری که میاد در همین برنامه یک چیز یاد میگیرن خیلی بعد از کامera را خاموش کردن بعضی جوشونا یاد میتیم این ایده خکنین ان جاکش اپات نکنین بعد بعضی برنامه دو سیروشونا فوش میکنیم اینا هزینه نهایی نمیره ما گفتیم ما خط گیره برنامه مایدا انا ای چندم بار شما اوشی بریدم میکنین معلومه که یکم بار کردین نه یکم بار نه چندم بار خیلی است یا دهم بار است خیلی همون 10 باری کردیم هم کردیم نه ایده بدتر به سلامت باشیم ما باور داریم که البته این خمیر یا سخت میشه یا اوش بریده نرم میشه دوستان عزیز برای همین خیلی اومد میخره نه من واقعا بهای حقیقی میدیم همین هر برنامه‌شو در میمونیم ما بهای حقیقی دادیم برای اینکه خفه نشوم باز مثلا تماشابینای ما بسیار زیرک هستن ایراد میگیرن که برنده دروغ میگه خیلی ما برای ما به آرد کنید که شما میچسبه به خبیرتون ما بهای حقیقی را میدهیم بعد برای شما کوشش کنید که مثلا اوشتون اوش بریده خوبتر بیاد خوبتر بیاد خب کامیلا غیر اوش بریده باز چی میکنین شما اوش پلو میتونین چی میکنین اول چیکار میکنین اوش پلو برای میسازین گوشت اول برنج سرازا گوشت اول برنج سبزی نخود یکم برنج سبزی نخود انداختیم خب بعد چخش ما طرز تیار کردن شفته یا چی میره در درونی همو طرزی آماده کردنش طرزی آماده کردنش بله یکم روغن چند لیتر خیلی وابسته از چند نفر ده میکنی خب روغن بعد اگر گوشت باشد گوشت اگر باشد بعد سبزی را میدوزیم کم ترک تف میکنیم روغن گوشت سبزی خب بعد کم ترک سبزی پر میشود مقصد همه مرچول زیره و همه چیزاش میکنیم بعد کم ترک آب میدوزیم اما با سبزی را پر میکنیم این کدام نموندی اوش هستیم ما هم خیلی میکنیم پیاز شاید برو پیاز در بازار نبود پیاز در وقتی آشکریم نبود انا جای نست جای خمیر چسبی شروع شد حالی ایدامش هم میبینیم که چه خیلی جایی نه ای بیشموی خمیرای من خیلی نمیبینم شما گفتید که گاب دید من گاب دادم اینا خمیرتون بیچاره خمیرا خب این سرندا همش هم خیلی نه نه ایچ خیلی که بزیب اومد نه بزیب نامد نغز اومد بکنی از این مهم لذتش است این درد و کند و یک طرفه شود مثلا خمیر یک جای شود این مزهش هم میبینیم ما از مزهش بها میدیم ما حاصلش تانی ساتخش بکار داریم بهترین بید یک بار دقت میدهیم با زولا یک بار تونو کنید بینیم که چی شده این زولا کنید بس هم با فکرم نه مقصد یک بار بینیم کنید شکلش چی خیلی است شکلی زولا را بینیم یک بار هوش مردم با گپ گرفتیم ولی مردم هم فکر کردن که ما ساموسا کرده استادیم مخی بران یک بار کنیم الان اکنون دوستان عزیز یک دقیقه
دیاگونال زولا 120 درجه تو خورده این دوستانی عزیز. خب ادامه میدیم مرامت ادامه میدیم با فکرم که بس است ما کم کم حاصل میکنیم لیکن بهترین است توب میدیم میده میکنیم ارد با ارد مرامت کم تر دیگه هم ارد میکنیم و بعدا این کرد زولا رو میبریم. خب فضای دهه مثلا در چنین بود هوای تازه در چنین یک فضای بسیار مساعد صحبت تنها با هزل و شوخی و با اینا میگن حقیقت ها و با بعضی از جزئیات های کوچکی که هست فکر میکنم بسیار دلپسند و دیدنی است. برای همین هر چیزی که هست در دایم برنامه شما میبینید قسم یاد از اون حقیقی و بسیار چی بگم ساده و یعنی واقعا فکر میکنم پسندیده هست برای شما. برای همین اینا ببینید که حتی کاملا نگاه نکرده ولی اگر شخصا من میبودم شاید نمیتونستم همین راست کرده اما شما توانستید که یعنی با همین قدر خطاگی ها باز کاری کرده از چشم ما پنهان کنید خطاگی خدا و اینا ارد کنید در بینش میچسبد ارد کنید. من شاید برو ایادتون بر در چند روز خیلی بود پخت اکنون شما گپی کمپینی مامای ما را گفتین بیچاره 80 بود بعد گپ میگفت میزید که خیر من این خاطرم برو هم 80 سری سال این همه سال گفت 15 سری سال فقط خمیر کردم. خب استن کی بزی اومدست نه نغز است ارد نمیکنین چی بود اکی بچسبه چی نه نمیچسبه آزیر میبریم بعد ارد میکنیم کم ترک چسبید. من با فکر من که ارد میکردیم خوبتر میبود. خواهش شما خودتون میدونید باز بهتر انا که قسمت اساسی دوستانی عزیز قسمت بریدنی همین زولا که باید میده نقص یعنی با یک طرز مخصوص همین هنر اصلی بانو در ان همین لحظه ها ولی شروع میشه. مرامت از نزدیک میبینیم خوش میکنیم از نمور بردار مرا نگیرین همین رو کم ترک خیلی میشه دور بگیرین که نه تو نه به تو این نزدیک بگیری که به تو اردا ما کم کمک کنیم با شما کم ترک کمک کنیم که گفتن میشه وادا به هر حال ما یادم رو مده اول ارد نکردیم ارد نکردیم کنی انا وای بچه برای چشم رو نگیریسته است مقصد که وای خواست است که مثلا وای خواست است که یگان دختری زمانوی را گیرد مثلا دختران دهه‌ای که هنر دارن با اون معقول نشده است. بله برای که من هنرمندم. بله معلوم است نه بهترین باور کنید من خیلی باور نداشتم کنه اون چیکار بزنی؟ از چلیک من نه بهترین احسن میتونم یک 5-6 بار دیگر وای آماده کنید مثلا باز بهتر یاد میگیرید میشود. نه شما اون طرف نگاه کنید من تست میبرم نه اینا از هم نگاه شما که هم خیلی بزیب اومده است تمام؟ تمام؟ بله بهترین کامیلا زولا رو وقتی برید من فکر کردم که اگر از نزدیک نبینی و مثلا خود همون آماده کردن همون زولا رو اگر تیار شه ببینید فکر میکنید که این کدام یک زواد آماده کرده است یعنی تکنیک این استحصال کرده است و بریده است بسیار میده نازکانه این عملای شما انجام داده شده است است بهتری فقط که همون غلطیده است همین بزی از میگیری نه بهترین از کجا یاد گرفتین اینا شما کی با شما یاد داد ینگتون تو ینگتون به خونه اومدن نمیتونستین نه اولای اکم نه برای که من اکم ندارم مقصد تقایم کلینوش غم آینده شما رو خوردن و یاد دادن
نه وایام خیلی میخوام که وقتی که من میرم اما دیود میبیام مقصد میرم خونهاشون میرم وایام خیلی میخوام که یک چیزی با ما آموزونن هم میپزنن هم تیاری میکنن هم میمون نوازی میکنن هم میخوام که من یاد گیرم یگان چیز نو مقصد چیز دیوتی قرصک ما دوستان عزیز زولا رو بردیم تیار کردیم با فکرم که سری دیگ میرویم درست است درست با ما باشید همراه کامیلا با سری دیگ میرویم هیچه دوستک ابی هیچه دوستک میگیم ما کم بیاین میمونیم فضای دهین انگور دوستانی عزیز ای باور کنه که قایم آواز می‌نه اشمو چی بها دروی کامیلا ای انا این تیار بوده که همه این همه را تیار کردن اینجا میمونیم نمکجه دوستانی عزیز آتش در میگیرونیم مرامت کامیلا چیکار میکنیم هیزوم هم هست خب تغییرانی هم هست کامیلا این پگاده میشه با یالو نه میشه توی چو در میگیرن انا یک دقیقه شما صبر کنید من علاوه با شما در میگیرونم و در گیرونه خود چی مرا نگاه میکنی من کشته بس بوم باز آب نمیریزید دیگه ایدگی به او وارد دبلوی مونده اپا خالو بیزلینو بسم الله باختی یه چخه بگیریم اگه خیلی شگیریسته حیف زینو بس حیف ها بس هم بسه بس تمام شما هم ازش برویا بس ولی شام نریتونم ایشام گیرش شما نشه گیرش شما نداره هی وای خدای این قجون کندیسان خودست خیریت کمی کار در خونه نبود نباشم بودی نمک کمتر می اندازیم با انگور می رویم کامیلا شما کار کنید اکنون تمام کنی؟ باقی انگور خونه؟ اول انگور بتیم با خونه ما میتونیم انگور باقی انگور باقی انگورای غمکم دورای همو یکی دوستش میدارم با دلکم جورای توبه نمیخرم با مزه هم؟ باقی انگورای اولین بار میبینم که از بالای تپک باز ورق میمونن برای علو حیف نشود در گیرانه نه حیف نشود نه بوجه بعد شما علو میکنن حیف نمیشه بابر انا که زوله را بیاره کامیلا زوله را بیاره اندازین در داخلی دیگ یاردم کنم یا خودتون میاندازین خودتون میاندازین مرامت کنی ها ای آفرین پوچم سوخت آفرین همین زنهای دیها آفرین زنهای دیها اکو میکوبیم ها؟ باید را چوچه قطی میکفتیم خیلی من الان تو درگیرم کنم گرمه کامل چی چسبی؟ نه تو نیستین بید یک تصویر دیگر خونه دی اومده می شود دلدار با من اشاره کرد و گذشت با نیمی نگاه نظاره کرد و گذشت گفتم کسی تار زار گم کنده شده روشن به دلم شراره کرد و گذشت ای چشم خمار یاری سبزی نیمه بدنم زده ای دیار کردی تو ایران چی با مرا؟ بس بسنم جاشو نخوندم مرا بوده اینه دوستانی عزیز
بزیب کدین گرفتی سینا آشی بریداره بچوروش انا الو تون مرد کامیلا خب چیز شید میگیریم میشود شما روزی هستیم من نمیدونم چیزشید مجبوری میخرین خپیره کاری ما دوستان عزیز فقط همین گرفتن طبق است طبق علاوه دیگه میمونه طبق کم ترک علاوه میکنه میپسم میگینم خدا اوکی میپسم ها نمونم نمیدونم شما میدونی در ویکی‌پدیا دور اومدیم هم هنرات نوشتگی که آشی بریده آشی پلاو سالاد خوریش طعم‌های ملی طعم‌های اروپایی لباسای ملی اروپایی قوش بوتکس همه ایری میلیون میتونین اگه نمیدونم شما نه میرسه میرسه خیر نمیدونم این طبق یکنی ساعتی در دست من نمیگه اینا بیا آگاهش کنم بدنام زده بشون شم خدمشون بیا این یکم نمود یا خود هنر نیست نه سریوز نه مونا نیست گفته خورده استین کو کم نمک کردم کم نمک این نمکش بیشتره کن باید شور بیا کمتر زولاش تو بابا که من مزه‌شو نفهمیدم ولی به هر حال کنی بیو بچه برماشه خورده آدم بختر گیشنه سنگ حال میکنه کامیلا بیو کنی بسم الله الرحمن الرحیم کنی کنی ای آفرین کامیلا خیلی زیب اومده نه نگینی خیلی نگی کامیلا که خرسان میکنی بچه رو نه خشوه بسه ته دیگه نخروشه بسه اما که حوار کنی کمتر معلومه که یکم بور کدیسی نه؟ نه او شام نمیبرد تمام میریم نه از بسین سواد کن بی بوشه سواد کنم که مردم کردم دیجا سواد نبود آجی دوستان از این انجامی کاری ما نیست باز خوریشی که اومده کردیم قبولای این الهام میکنیم بعدا مزه خوراک ما میشه مرا شما نگیریم میرویم به نزد خوریش در 40 درجه هوای گرم ما زده و کوفته به یک دهه لوچوب ناحیه ورزا بیایم ما گفتم که همین خود کردن نمیتونه بیا همین نریم همین خیستن اومدن اینا میتونم تو نیستم کو باز میخریم کچ خیلی مزهش خورده مزه شدیدی بی مزه مرمت تستر که خنوک نشه ای خودی شما ای مزه اون یگون چی نمیمونه دیگه کمک دیگه دیر کنیم مگر بی مرمت کامیلا فقط زودتر که ما از سحر و سیگار منتظر همین خوراک شما هستیم هیچ چیز نخوردیم مرمت ما را کم ترک نمکش زیاد کردم که چکر به نمک کردم که برای نرمال نشم خیلی مرمت کنی لوما میکنیم خوب بسه بیا خواهش میکنم قاشق با من دهید قاشق با من دهید لحظه بسیار پرفرح و شادی دوستانی عزیز این دوی مراتب است که همه خیلی ما بسیار سر و سیما میشویم برای اون که میخواهیم مزه خوراک کامیلا را ببینیم کنی بسم الله کنی خوراک شما انتهار شده است یک بار دیگه من رو سیگا در یک دو مرتبه مزه خوراک نمیتونم فهمیدن برای همین دو سه مرتبه کاری دوستان عزیز هواداران عزتمند کامیلا خیزید عزیزتون خیزید
همین دخترکی زیبا کامیلا رحیمی سرانده محبوب هیچ وقت به خوراکنی دعوت نکنین نه برای اون که اگر شما دعوت کنین برای آماده کردن خوراک من میترسم که از خوراک‌های بالذات این چیلیکاتون رو نگذین. انا برای همین خوراکی که شما آماده کردید کامیلا شما نخورین. به یگان شوخی بهترین خوراک است برای اون که من درست گپ خوراک‌های هر کس تعریف نمیکنم ده همین کسی که با مزه خوراک کنم و خوراک همون رو تعریف میکنم اینا شما که با مزه کردید خوراک شما رو تعریف دارم ده جو هم خوردم هم کنم شما تماشا کردید من مرا شما رو نقل میکنم برای همون شما وقتی که خوردن من رو تماشا میکنید باید بهات که من چه خوردم برای همون اگر شما خوردن من رو بهانه که خوراک من معنی نمیکنم برای وقتی که من خوردم که شما بله بگه همون دوستان عزیز بهترین خوراک بهترین بانو بهترین سرانده کامیلا احسان برای شما بهترین خوراک آش بریده بلمی آش بریده خنک نشده بچهای تکنیکی شما هم همراه ما همراه شاید میخریم تماشابینو همه شما پادپیچ کن 150,000 پادپیچ که به نزدیکی میشه ما شما رو دعوت میکنیم بیاین یکی فقط پادپیچ هست یکی اول باب دیگه خوردن تام آش بریده تاجیکی خوراک ملی رسیدیم با بخش دوم برنامه یعنی شرط دوم این سوال و جواب است و فکر میکنم که البته با 10 سوالی که ما آماده کردیم و اگر در ادامه صحبت یگان سوال دیگر پیدا نشود فکر میکنم که کامیلا پاسخهای دقیق خواهند گفت برای ما و این بخش کمتر جدی‌تر است و درست میشیم سرپرست برنامه ما این تینکوف بانک است البته شما میتوانید کارت تینکوف بانک رو با دیزاینی که خود شما میخواهید درخواست بکنید اصل که زیر ویدیو بوده وارد میشیم و کارت مذکور رو درخواست میکنید در کوتاه‌ترین فرصت در وقت میخواستگیتون رایگان با شما کارت مذکور رو در سرتاسر فدراسیون رسیدن برده رسانیده میشود خب و البته باور دارم که این دستگیری باعث هم پیشروی شما است و هم از ما و ما کوشش میکنیم که بهترین برنامه رو در ادامه آماده بکنیم و برای شما پیشنهاد نموده باشیم ما در برنامه نگفته ها گوش کردیم و فهمیدیم چند وقت پیشتر شما گفتید که چند آهنگ شما رو نرگس گفتن یک نفر آهنگساز بله آماده کردن و همون شما رو مشهور کرد وقتی که شما این سخن گفتین دیگر آهنگسازایی که با شما همکاری دارد اونا خفه نشدن از شما که نامی اونا را نگرفتین یعنی برتری رو بیشتر به نرگس دادین شما در اونجا میدونین اول شروع کاری من بود مقصد که من یک چند سرود یک 2 یا 3 سرود از اون کس من خریداری کردم رکلامای زیادم کردم بالای اون سرود کار کردم مقصد شروع کار چه خیلی است کوشش میکنی مقصد قوه صرفه میشود که سرودو با طرز عالی برایت مقصد خیلی نه فکر نمیکنم که خفه شده باشند دیگران برای که حاضر باشد من با همه همکاری کرده ایستادم با دیگر شاعران آهنگسازان فکر نمیکنم که خفه شده باشند نه فکر نمیکنید یعنی شما از اون نفر آهنگساز هم نشنیدید که اون از شما خفه شدن نه بله یک سوال فکر میکنم بسیار مهم است خب ولی نمیدونم که شما چی پاسخ میدید به این سوال اما بسیاری ها چنین اندیشه دارن که بیاید عمیق‌ترش من هم جواب از زبان شما اول بشنوم یعنی درست است که اگر پول نباشد یا معشوقه کسی نباشه مخصوص در جدای سرانندگی اگر بانو باشی موفق نمیشه اساس هنر است استعداد است بعد وقتی که کسب خود دوست داری همه چیز از دوست داری می شود
وقتی که دوست می‌داری کسی خود را نه فرق ندارد که در کدام سوها باشد فرق ندارد اگر که از تحت دل صدقاً دوست داری پولا میشود کار میکنی مقصد خودت کوشش میکنی شرط نیست که سپانسر باشد یا که یگان کس باشد که بعد پیش روی یا که سوم وقتی دوست می‌داری همش میشه همه چی را میتونی از عهده همش میبری هم پول میشد همه چی میشه یعنی این سخن حقیقت نداره نه حقیقت فکر نداره شما نه. بله ما میدونیم که شما بیشتری حالت‌ها با پدر و مادر نیستین وقتی که شما رو خمار پدر و مادر میگیره چیکار میکنید لب دریا میرم چیکار در لب دریا چیکار میکنید چی میگویید درد دل میکنید با دریا یگان سخن میگویید نه با دریا درد دل کرده چی درد دل کرده میشه مثلا میدونید که پاسخ نمیدهد به شما و اون سخنانی که به اون نفر گفتن نمیتوانید به دریا میگویید نه با دریا نمیگویم نمیگویید به دریا وقتی که بعد لب دریا برای چی میروید شما لب دریا برای آرام شدن وقتی که آرام میشن بعد با خودمان گپ میزنم درد دلم رو میگم مثلا چی درد دل میکنید شما خیلی هر یک شخصیت درد دل دارن یک ارزوی دارد میخواد گپ زند یک از دیگر با یک از دیگر گفتن نمیتواند مقصد بعد خب سوال من دیگر خیلی براشون پیش میکنم از همه ارزوی شما که تو این دم عملی نشده است و میخواهید زودتر اون عملی شود کدام ارزو است ارزویی که عملی نشده است حاضرم با پورگی با ارزوی خود نرسیدم ولی برای که میخواهم که سراینده باشم که جهانی باشم شاید در نظر دیگران خنده‌آور باشد لیک این ارزو است من صدقاً با ارزوی خود باوری دارم انشاءالله میشه برای سراینده شدنتون البته مادرتون شما رو زیاد دستگیری میکند ولی پدرتون چی نظر دارد دویر به کسب سراندگی که با شما نیست وقتی که شما رو شاید اولین مرتبه در شبکه‌های اجتماعی دید زنگ زد به شما یا خود شما زنگ زدید در همین مورد به شما یگان سخن گفت چی گفت مثلا اول زنگ نزدن ما فقط با مادرم دستگیری مادرم با من بود و اپام خواهرم مقصد شخصان نزدیکم پدرم زنگ نزدن وقتی که اوزیر وقتی میشد که من یگان لباسی میشد که یگان جای بدنم برهنه است یا که یگان چیز است بعد زنگ میزند یگان چی میگوید که مقصد این خیلی لباس پوش این خیلی پوش محکم باشد همین قدر میگوید تمام لیکن از اون که شما سرنده شدید پدرتون هم راضی هست اول روزی نبودن روزی نبودن بله مثلا رفت اگر حالی هم میگونه پدر و مادرتون پیشنهاد کند که کاملا شما سرانگی رو بس کنید بس میکنید یا ادامه میدید پدرم شاید بگوید مادرم نمیگوید این گپ رو برای که در همه حالتی که من برای این صنعتم کوشش کردم و مقصد تلاش کردم مادرم بود دید همه حالتی ما رو دید میدوند و فکر نمیکنم که او با من بگوید که برگرد یا که بس کن حالتایی میشد که من در دپرسیا میغلطم میخوام که همه کار رو بس کنم مقصد یگان چی نکنم مادرم باشد دستگیری میکند دلگیر میکند اگر پدرتون میگوید چی برای بس کردن بله نه بس نمیکنم بس نمیکنید سخنی پدر رو رد میکنید رفته دیگر با شما صحبت نکنند نه صحبت میکنند و میدونن که من چقدر نقص میبینم صنعت از همه بدترین پیشنهادی که تا این زمان به شما نموده بودم و تا حال از خاطرتون نمیرود و گاه گاهی به خاطرتون میاد کدام پیشنهاد بود از جانب کسی در جدای صنعت بله پیشنهاد بدترین پیشنهاد بودم بسیار بودم که از خاطرم نمیرود حالاتو میتونم یکیش نقل بکنیم کمی روشن اندازه مثلا که چگونه پیشنهاد بود کی بود و برای چگونه پیشنهاد کرد اگر این رو امی سوالا گذاریم به حد خوب میشه خرسانی بد میشه نه ببین مثلا
ما نمیگیم که کی است و نامش کی است کجا کار میکنه چی کار است چی فعالیت میکنه فقط یک کم روشنی میاندازیم در مورد اما پیشنهاد که چگونه پیشنهاد بود نامش نمیگیم که کی است چی کار است فقط اما پیشنهادی کی بود آخر همین سخنای ما هم خیلی که همین بگم میرم هم آدم میرسه سرده برای هم بیا همین سوالا میگذاریم یعنی شما نمیخواید پاسخ بدید به این سوال بله یگان مشکلی هست که دویم صدی روح پیشروی شما میگرده بله مشکلی زیادن کدوم مشکلی است باید همش رو نقطه با ور یک مشکلی مهمه که دویم وقتی که میخواید که یک پیشروی کنید شما یعنی سریع شما میشود و نمیتونید که شما دیگه با پیش حرکت بکنید شاید کسی سبب میشود شاید چیزی سبب میشود تنهایی من از تنهایی بسیار تنهایم از تنهایی همین مشکلی من همین است که تنها وقتی که تنها میمونم دیگر پایم پیش نمیرود دیگر یگان کاری کردن نمیتوانم حالتهای دمیر حالتم که مثلا که خود میدونم تنهایی یعنی از کی خودم تنها وقتی که تنها میمونم مثلا چه فهمونم شما یعنی بسیاری حالا شما تنها میمونید من فکر میکنم شما فکر میکنید که بسیاری نفران با در احاطه نزدیکون است با پدرمون بله همسر دارد فرزند دارد اما شما خودتون تنها هستید همین چیزا شما فکر میکنید بسیار یعنی تنهایی شما رو اذیت میدهد بسیارتر شما گفتید که وقتی که پدرتون قرضدار شد از همه چی دلش ماند حتی از اویلا و از تاجیکستان رفت اویلا در اینجا چی گناه داشت که از اویلا دلش سرد شد به فکر شما به فکر من او خطا نکرده است وقتی که حالتهای میشود که دل مانده میشوی نه تنها اویلا این برقصد نمیشود مثلا این با اختیار شخصیت خودش نیست احساسات همه چیز میمیرد از همین سبب ما خفه نیستم که پدرم مثلا از ما رفت و تنها زندگی دارد برای که وای از همه دل خنک شد دل سرد و دل خنک مثلا ببینید که یک نفر یک چی میتوند که باز دارد یا محبت فرزند یا محبت همسر محبت همون خانه‌ای که در اونجا مثلا با در احاطه فرزندان و همسر است مثلا مشکلی که بود به سر پدرتون بود و قرض مثلا در تجارت خودش بود یعنی خودش قرضدار شدن برای مثال خودش مثلا به قول سببگاری همین بود من شاید فکر کردم که اویلا نیز شما نیز یگان گناه داشتید شاید که یگان سبب بود که یعنی دلش از اویلا سرد شد این یگان سبب نداره شما نیز نمیدونید برای چی سلامت باشید از سرودهایی که شما نو ایجاد کرده استادید کدام سرود هستند البته که به نزدیکی یک سرودم میبراید در شبکه تلویزیون MC که با نام فرشته است من فرشته بخت کنار خوابستان بهار و تیر ماه فصل سرد و تابستان به خواب قصه افسانه سازه های مرا همیشه نقل نمودن در شرابستان بهترین سلامت باشید یعنی فکر میکنم که واقعا هم یک سرودی بسیار خوب میبراید و با نزدیکی ما اینا البته میبینیم کاملا در مورد سفرهای شما با دولت ها حرف میزنیم و ما فهمیدیم که البته شما در کوتاه‌ترین فرصت با چند جو سفر کردین و صنعت تاجیک رو البته معرفی کردید و همزمان در یادبود ستاره شرق احمد ظاهر نیز در سال جوری اشتراک نمودید و یعنی یکی از سرودهای او رو اگر خطا نکنم پیشنهاد کردید به هر مخلصانش به اطراف سفرهاتون حرف میزنیم اطراف دستاوردهایی که مثلا در خارج داشتین خب باشد ما دعوتی شدیم با شهر دعوتی ازبکستان مقصد رفتیم با پرودوسرم دادی خدا اساس‌زاده رفتیم اونجا البته که من که نو قدم بودم حالا هم هستم خیلی خرسند شدم که مقصد که مرا با دیگر مقصد که از تاجیکستان بیرون دعوت کردن برای هنر ما قدر کردن مقصد دعوت کردن
رفتیم در آنجا حرمت و عزت مقصد صاحب جایزه شدم صاحب 2 جایزه شدم البته که کدوم جایزه جایزه‌ای که از همون شبکه ام سی از طرف شبکه ام سی به ما داده شد بله در آنجا باز در یادبود استاد احمد ظاهر که لایف ما اجرا کردیم سرودخوانی کردیم در آنجا بله در آنجا هم سراینده‌های شرق زمین هم بودن که با آنها خوب معاشرت کردیم و زبان یافتیم گپ زدیم مقصد ما رو خوب پذیرفتن باز سفر داشتیم با ترکیه رفتیم 2 بار ازبکستان رفتیم ترکیه رفتیم مقصد سفرمون خوب گذشت یعنی سفرهای ایجادی بودن البته که کدوم سرود احمد ظاهر شما در یاد بودش خوندید من اول میخواستم که سرود عینی لگون دریای من باز آمدم اینا ما پیشنهاد کردم که در اونجا استاد بختری بودن و استاد صبوری اینا بودن بعد گفتن که میشد که سرود دیگرش را بخونی که خیلی معروف و مشروف است در تاجیکستان شما مقصد همه میدونن میخونن عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد همینه چگونه قبول کردن نه در اونجا استاد فراد دریا بودن استاد هنگامه جان مثلا همه کسب بودن استادای با قوت بزرگ که من آرزو میکردم که اونها رو از پیش بینم وقتی که من اونها رو در اونجا دیدم خیلی خرسند شدم خیلی یک فضایی بود یک انرژی گرفتم مقصد خیلی خرسند شدم سلامت باشید بهترین سرندگانی که چند سال پیشتر روی صحنه بودن بعضی از اونها میگن یک اندیشه دارن که سرندگانی که نو روی صحنه قدم میمونن یک چی بگم یکم به قول تکبر هستند و به سرندگانی که پیشتر بودن اهمیت نمیدن سلام نمیدن یا اهمیت یا اینکه توجه ندارن عموما میگن که سرندگانی که نو میبرن کمک به احترامی میکنن نسبت این شما چه اندیشه دارید این درست است یا نه اندیشه من نسبت این البته که حق دارن گپ زنن برای که ما گرچند باشد چه خیلی که باشد نباشد میگوین که یک کرتا پیش از تو پشته باشد میدوند وای چیکار کردنش رو نه از همین سبب من همه صنعتکارایی که بسیار که یک روز پیش از من برآمده باشد برای صحنه من او را حرمت میکنم کسانی که بعد از من میبراین اونا را هم حرمت میکنم مقصد که من حس میکنم میدونم که صنعت چی مشکلی دارد و صنعتکار رو میفهمه فقط از همین خاطر درباره این من گفتنی هستم که بله راست میگوین ما مقصد که نوقدم هستیم باید حرمت عزت کنیم همه‌شون رو دوست داریم از اونا یگان چی بگیریم برای خودمون خیلی چیزای بدش رو یک طرف میمونه چیزای خوبش رو میگیریم سلام باشید در کلیپ شما ما دیدیم که برای کرتا سوزانک‌های زیاد داشت باغ انگور بله شمارهشون زیاد بود و از همین گروه تکنیکی هم یک سوال اومد که چند تا سوزانک بود و برای چی مقصد داشت شما سوزانک‌ها چی را استفاده می‌کردن برای چی شما مخصوص همون دیزاین انتخاب کردید این رو البته که من نه یکم کلیپی من بود پرودوسرم دادی خدا اسازاده که هم سر و لباسی مرا با که معاشرت کردن رو هم از کسای مرا از مثلا نوک پا تا موی سرم چی پوشم چی کار کنم کجا روم چی گپ زنم همش رو مقصد پرودوسرم دادی خدا اسازاده آدین اینو کار میکنن مقصد برای همین در یکم کلیپم که بود همش رو گپ زدن همون خودشون دیزاینری اونا بودن تیار کردن با فکرم یک خطا نکنم اگر یک 200 دانه بود به فکرم اگر خطا نکنم یک 200 دانه از سوزانک بود که آنها نقش نگاری همون دیزاینر رو همه لباس و همه چیزم رو همین دادی خدا سازا خودشون آماده کردن خیلی اول با من پسند نیامد من گفتم که ای باست این شرمندگی چی خیلی من سوزانک قطعی میبرم بعد گفت که تو کار خدا تکن من پرودوسرم من میدونم که چی کار کردن در کار است
برای همین من حاضر یک گنگم نمیگم. اگر چیزی بگوید مقصد چیزی بگه که چی میپوشی، چی لباس میپوشی، بیرومال بارومال چی لباس من میپوشم و گفتنی هستم که آنهایی که مرا برای سر و لباسم برای یگان چی بهاتی میکنند مرا نه، البته که دوتی خدا را بهاتی میکنند. یعنی در این حالت هر بهای خوب و بده که هست بگردن پرودوسری بله کامیلا است، یعنی جوابگر پرودوسری کامیلا است. چیزی میگوید ما دستو پیش بر. خب سلام باشید. تشکر برای شما. این بخش دومی ما بود دوستان عزیز و فکر میکنم که البته چند سالی که اگر بدتر پیدا میشه در برنامه آینده حتما از کامیلا و پاسخ آن رو میشنویم. میگذاریم با شرط سیوم. با ما باشید. فکر میکنم که علاقه از همین لگند و آب و دسترخوانی که در دست من است تماشاگران فکر کردن که شرط سیوم ما چی است؟ جامشویی. بله جامشویی. این برای نشستن. کامیلا. اینجا میمونه اینا کامیلا. همین دسترخوان رو ما خودمون پوری آرد کردیم و میخوایم که باز همین دسترخوان رو کامیلا مثل پیشترش شسته تازه کند. مرحمت این از آن شما. یا بسم الله. گنی صابون آوردیدم. صابون هست. البته که وزبی نه؟ هوا گرم است. با آبی خنک میشیم. بله. کمی. یکان مرتبه جامشویی کرده بودی؟ نه آب گرم بوده. آب گرم است نه؟ خب این صابون نمیشه کن؟ میشه. صبر کنه. یکی از جامشویی های مشهور میتواند درخواست‌های خود رو با ما گذارید. حتما با بهترین جامشوی کامیلا رحیمووا لباساتون با بیاره. نرخ دسترس. ای ماشینا دخشونشون وقت. شما یک صابون رو در همین دسترخوان تمام میکنید وقتی همونه. خیلی آرد داشته. کمی؟ چند نفره که در برنامه ما اشتراک کرد بعد از همین برنامه ما خواستگارهایش زیاد شد. ما باور داریم که بعد این پشتیداری خانه کامیلا در نوبت هستن. با چگونه نفر شما میخواین اولادار شما؟ چگونه؟ نفری که شما میخواین اولادار شما این باید چگونه شخص باشد؟ چگونه جوان باشد؟ خصلت و خاراکترش چگونه باید باشد؟ انسانی خوب باشد. برای که از انسانی خوب نمیایی. مشکل است گفتم. مشکل است نه؟ خوب باشد دیگر معلوم است چه خیلی انسان است بعد. یکان مرتبه آمده بودن خواستگاری رد کردی چی می؟ هر روز قریب که خواستگار دارم رد میکنم. برای چی رد میکنی؟ آخر صنعتم چی؟ بعد صنعت گفته اگر مثلا شما صنعت انتخاب کنید کی مثلا شما اولادار میشوید؟ فرزنددار میشوید؟ همین صنعتم که کم ترک پیش رفت. یکم گفتم که جوانی خوب پیدا شود. خوب ثروتمند نه. مقصد خوب. یعنی خصلت و خاراکترش باید خوب باشد. وقتی خوب باشد جنگ نکنه. هیچ چیز نگوید. مثلا سحر براق بیاد هیچ چیز نگوید. در همین داخلی خوب گفته همه چی داخل میشه. بله. بهترین. اینجاش داغ مونده است نه؟ رفت؟ نه. نرفت؟ نمیروم.
هنر باشه برای وقتی هنر نباشه ها کمی سخت خیلی شفتم بس ماما چیزوش رفت چیزاش رفت ارد اردوش رفت با گفتی خودتون تازه شده با تازه نشده از کجا فهمیدید کمی تازه شده است برای مثلا چی فهمیدید کمی تازه شده از آبش از آبش آبش لوی است کن لوی نیست تازه این چی است این تیره شد که نه این کم ترک صابون کم ترک آبش مونده بگو نه از صابون است تازه شده تازه شده است نه سلامت باشید سلامت باشید اکنون در سر تو افتاد میکنیم در سر تو افتاد میکنیم اینه تو یک جای افتابی از این طرف تو وی رومابم غلطیده آفرین آفرین فکر کردید که ما بالا یکون وای رومام غلطید زینه پایم میبرم تمام 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 خب اکنون کمک عقیب می‌بینیم سویگی می‌بینیم دوستان عزیز و این شرط سومی ما بود و مهمانی برنامه ما بودن کامیلا رحیمووا و من فکر می‌کنم که یگان کار دیگر مونده است چی بونه های نمیرم این این مونده است هر نفری که زنگیر بود امسال به فکرم دست میکشد البته زنگیری برای اون که امسال هوا بسیار بنهایت گرم است مبلغ هم کمتر است و سال دیگر شرایط که بهتر خوبتر شد بعد مثلا میتونن که وقتی مبلغ جمع شود بعد میتونن که مثلا اویله دار شوند و برای مبلغ جمع کردن کار کردن در کار برای همو شما این هنر دارید مبلغی که با دست میارن زورشون نمیرسه که شما را بگیرن با این هنرهایی که شما دارین این جامعه‌شویی و این خروپزی و این حافظی و این هنرهایی که داره شما این هنرهایی که هست هم یو بیان برای همین دوستان عزیز بانوی خانه قبل زندگی مستحکم بانوی که زندگی را مستحکم میخواد دوستان عزیز همین کامیلا رحیمی مرحمت هر نفری که میخواد همسری در آینده غمخوار و مهربان و یک دخترک خوب یک نفری صنعتکار یک نفری همیشه زندگی قبل اگر با شما لازم باشد مرحمت یک ما زنگ گرفتیم رکلام کردستی نه نه یک ما توی کردیم یک ما زنگ گرفتیم میگویی که من هیچ کنم میگیرش ما رکلام کردستی نه ما گرفتیم زن که تماشابین گفته زگی خدی چی خدی ما داریم که زن ما گرفتیم مقصد خاصه برای شما دوستان عزیز شرط سومی ما بود انجام برنامه در مهمانی است باور دارم که این برنامه برای شما پسند آمد ما همین حاضر میرویم از پی جستجوی قهرمان برنامه نوبتی ما میشویم که دیر شد تا برنامه نوبتی با شما خیر خوش میکنیم کاملا بار دیگر خوش آمدید زنده باشید برای مهمانداری تشکر در جدای صنعت برای شما در آینده برار میخواهم تا برنامه نوبتی با کانال توجیکان گروپ باشید خیر رفتیم